یک ضرورت است که در دنیا تغییرات بیاد. حکومت مسلمان ها بگیره والله همین کافرام زندگیشان خوب میشه. همین کافرای عام کافر سر عام کافر امیال ظلم 30% مالیات میگیره از پیشان. ما که بریم امریکا را فتح کنیم 5% مالیات میگیره. پس زندگی مردم عام امریکا خوب میشه یا خراب؟ خوب میشه. حکومت اسلامی را قبول کن، سرکشی نکن، برو کاربار تا بکن، 5% مالیات بده. هیچ سرشان همین ظلمی که فعلا در امریکا سر ملتش روان است از همون ظلم نجات پیدا میکنه. ولی این جاهلا نمیفهمند، یا همیشه نشان میده گردن برید و میکشه شما را. نه، حالا کسی را ما میکشه قرآن میگه بکش، بله فزر بر رقاب. ما مسلمان ها یا قرآن حکم میکنه کسی را بکش که میجنگه با ما، کسی نه جنگه با زندگیش ممنون. حاکمیت دولت اسلامی را قبول کن، جزیه بده، خلاص. حتی عسکری هم سرش نمیکنیم، عسکرش هم مسلمان است.